مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند به نام بشیرخان اسحاقی در آماده نمودن کادرهای ساحه تندرستی موقع اساسی داشته با بنیاد و نوسازی بناهای تعلیمی، تحکیم بعضی ماده تکنیکی، مجهزگردانی صنفخانه و کابینت‌های درس‌های عملی، شرایط و امکانات‌های مؤسسه باز هم بهتر و بیشتر می‌گردد. اهل کالج برابر تطبیق اصول و غایه‌های پیشقدم آماده نمودن کادرهای ساحه مسئولیت کسبی به ارزش‌های ملی ارج می‌گذارند و آموزش تاریخ و تمدن ملت را حتمی می‌شمارند و تشبثکاری برگزاری یکتا چاره‌بینی‌های سطح جمهوری و بین‌المللی اند. نقش سازنده پیشوای ملت در تشکل خودشناسی و هویت ملی جوانان تحت همین عنوان بخشیده به 30 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و سال معرفت حقوقی، برگزاری کنفرانس جمهوری علمی عملی، ابتکار نوبتی مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند است. در چاره‌بینی سطح جمهوری راهبر تشکیلات سازمان عمومی جهانی تندرستی در جمهوری تاجیکستان، نماینده وزارت تندرستی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخ، سیاستشناسان و مورخان، طبیبان از مؤسسات طبی، استادان کالج شرکت ورزیدند. بعد بازدید مهمانان از شرایط تعلیم و نمایشگاه شعبه‌ها، دیرکتور کالج طبی مهمانان و کل اشتراکچیان را پذیرایی نموده نقش پیشوای ملت امام رحمان را در تأسیس و تشکل دولت تاجیکستان، نجات دولت ملی، عملی سازنده آرزو و ارمان ملت ارزیابی نمود. در کنفرانس جمهوری مسئله‌های تشکل دولتداری، رشد و تکمیل هویت ملی و خودشناسی در جامعه و بخصوص در بین جوانان راه اندازی گردید. بیشک در این چاره‌بینی امروزه کارشناسان سطح بین المللی و حتی جمهوریمان حضور داشتند که مسئله‌های مبرم امروزه روز که تکان بخش هویت ملی، تکان بخش خودشناسی ملی هستند ارائه گردید. ما گفته میتوانم که هنوز از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت ما توانستیم که جمهوری تاجیکستان را طی 32 سال این جانب همچون یک دولتی معرف پرور، همچون یک دولتی صاحب تمدن معرفی نماییم. عامل اساسی بنیاد دولتداری تاجیکان این پیش از همه هویت ملی، خودشناسی ملی می باشد که باید آن را در که هم روند تعلیم و هم تربیت هم بستگی زیچ دارد. بیشک بخصوص ما آموزگاران و همه قشرهای جامعه وظیفه‌دار هستند که در این ردیف فعالیت خود را به راه مانده باز هم بهر رشد و نمو دادن ساحه تندرستی، بهر رشد و نمو دادن خودشناسی ملی، آگاهی یافتن از تاریخ و تمدن، ارج گذاشتن به گذشتگان نیاگان خود باز هم تلاش و زحمت‌های بیشک نماییم. در کنفرانس معروضه‌های علمی و سیاسی از جانب مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخ، سردار ریاست تحصیلات طبی و فارماسیستی، سیاست کادرها و علمی وزارت تندرستی، نماینده سازمان عمومی جهانی تندرستی بیان گردیده ذکر یافت که نجات دولت ملی و حفظ استقلال، حفظ یگانگی حدود کشور، پایداری صلح و وحدت محض به نام سرور دولت تاجیکستان مربوط است. تاریخ منبع خودآگاهی و خودشناسی هر فرد بیداردل کشور است و اثر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آینه تاریخ ملت در خودشناسی ملی اهمیتی ارزشمند داشته اثر چهره‌های ماندگار همگان را به صحیفه پر افتخار خلق تاجیک و شخصیت‌های برجسته کهن و نوین ملت شناس می‌نماید. پیشوای ملت و رشد تفکر تاریخی و خودشناسی جامعه، دولتداری ملی و نقش حیاتی آن برای تاجیکان در شرایط نو جهانی در معروضه مورخان و سیاستشناسان ذکر گردید. استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند هم ردیف با سهمگذاری در سالمی ملت امروز همچون یک درگاه معرفت در حفظ ارزش‌های ملی، استقلال دولتی، دستاوردهای دوران صاحب استقلال چون اهل جامعه مهنتی خودآگاه و وطندوست، خودشناس و مهمپرست برابر مسئولیت کسبی، مسئولیت ملی را نگاه داشته حفظ می‌نمایند.